در تاجیکستان خبری از مقام برکنار نمودن امام خطیبان تحصیل دیده در مدرسه های کشورهای خارجی عکس‌العمل چشمگیر در پی نداشت. زیرا تا این زمان اقدام های شبیه لباس یگانه و معیار ریش کوتاه در نسبت آنها جاری شده بودند. بر علاوه هر سال خادمان دین از سنجش ویژه می‌گذرند. ولی با این همه ساکنان کشور میگویند نباید همه امام خطیبانی که در خارج تحصیل نمودند از وظیفه برکنار شوند. از نگاه آنها بهتر است در نسبت هر یک نفر برخورد جداگانه صورت بگیرد. به مثل رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس شورای علمای مرکز اسلامی کشور سید مکرم عبدالقادرزاده که با وجود تحصیل در اسلام آباد مقامش را حفظ نمود. دولت ما اجازه داد که همه آدمو کار جای انیق یافته کار کنن، این کار درست میشه. به اجازه دولت ممکن نیست یک کار کردن. بیشتر همو امتحان گیرن بسنجان، اما چه خیلی مثال چی میکنن، چه خیلی فهمیش دارن. هر یک کدامش عدل جدا پرسیدن اقدام این چیز فکری امورا گرفتن در کارای. باز در تاجیکستان خدمت هست که دانشگاه اسلامی هست. باید بیان در تاجیکستان خدمت بخونن. به باور مقامات در اکثر حالتها محض ختم کرده های مدرسه های کشورهای اسلامی با استفاده از منبر مساجد رویه های مذهبی ممنوع در تاجیکستان مثل سلفیه، حرکت اسلامی ازبکستان و حتی دولت اسلامی را تبلیغ میکنند. در تابستان سال جاری دادگاه 7 امام خطیب و خادمان مسجدهای سغد را با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین به زندان محکوم کرد. مقامات میگویند 6 نفر از این روحانیان در خارج تحصیل دینی گرفته به تاجیکستان برگشتند. موافق با معلومات هایی که به دست آمده این زمان قریب که 16 نفر 17 نفران امام خطیبانی که به سابق امام خطیبان با جرم دست داشتن با چنین دست داشتن با حرکت های افراطی به حبس کشیده شدند. هنوز در سال 2010 حکومت تاجیکستان به بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از مکتب‌های دینی کشورهای خارجی شروع نمود. در دوام چند سال بیش از 3000 جوان تاجیک به وطن برگردانیده شدند. هر شهروندانی که میخواهند در دانشکده و مدرسه های دینی خارج کشور تحصیل میکنند باید مطابق به همه قرار جمهوری تاجیکستان اول مدرسه و دانشکده های جمهوری را ختم نموده، سپس با راحتی حکومت جمهوری تاجیکستان با دولت های که آنها خواست که میخواهند تحصیل علمی خود را ادامه دهند به آنجا سفربر کرده میشوند. چند سال قبل در تاجیکستان همه مدرسه ها بسته شدند و به در یگانه گیمنازی اسلامی قلف زدند. حالا در کشور تنها یک دانشگاه اسلامی فعال است که سال تا 300 نفر آن را ختم میکند. مقامداران میگویند این شماره ختم کنندگان برای با متخصص تامین نمودن همه 3910 مسجد در تاجیکستان بسنده است.